درود بر شما دوستان عزیز، خیلی خوش آمدی به بخش هنری. من وسط کار از اونجا که سرم خیلی شلوغ بود دیگه فرصت نکردم خیلی اینو ادامش بدم. الان توی این بخش هنری فرصتی هست شال گردن رو تموم بکنم. امروز می‌خوایم بهتون شال گردن یاد بدیم. من و خانم کوتلی دو مدل شال گردن جذاب که برای این سرمایی که در پیش رو داریم و انشاءالله که پر از برکت باشه، پر از باران باشه، پر از برف باشه، این زمستان و پاییز میتونید ببافید برای خودتون و عزیزانتون و لذتش رو ببرید. من بقیه کار رو میسپارم به خانم کوتلی گرامی. بفرمایید. اصلا عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت بینندگان محترم. در خدمتتون هستم با آموزش دو مدل شال گردن خانم سارمی جان که این شال گردن خوبی که داره نسبت به شالای دیگه اینه که هر دو طرفش یه مدل بافتن. بعضیا هستن دوست ندارن شالشون رو که میندازن پشتش یه مدل باشه، روی مدل، به خاطر اینکه ممکنه برگرده. بله. و دوست دارن هر دو طرف یه مدل باشه و این مدل شال و این مدل تیغ ماهی هر دو طرف کار یه مدل بافته میشه و کار خیلی قشنگه برای شال. و حالا این که خیلی کار راحت تری هم هستش. این تیغ ماهی، این پیچ دنده‌ای بهش میگن که با دو زیر دو رو شروع شده. من اومدم دو تا زیر دو تا رو کارمو تقسیم کردم. بله. اگه دوست داشتین از همون پایین میتونین یه چند رج دو زیر دو رو ساده ببافیم، بعد شروع کنیم به زدن مدلمون. من حالا الان شما فکر کنین که دو سه رج بافتیم و میخواین کارتون رو شروع کنید برای زدن مدل. دو تا دونه رو دارم که روها همیشه ثابته و بافتی روش انجام نمیشه، بافتی که بخوایم مدل باشه. ولی دو تا دونه زیر ما میایم دو تا دونه زیرمون رو میلمون رو از وسط دونه دوم میبریم داخل، یه دونه نخ از توش در میاریم ولی دو تا دونه تو میل هستش. بعد میایم از دونه اول دونمون رو در میاریم. به این صورت ما پیچ دنده‌ای داریم که ما از این پیچ کنار لوزیامون هم توی لباسا خیلی استفاده میکنیم. دوباره دو تا دونه رو رو ثابت میبافیم، به دونه های زیر که میرسیم باز همین کار تکرار میشه. میلمون میره داخل دونه دوم، یه نخ میاریم بیرون، دو تا دونه ها تو میل هست. حالا میایم دونه اول رو میبافیم. ممکنه یکم اولش سخت باشه ولی یکم که ببافن دیگه راحت میتونن این کار انجام بدن. ببینید میرم داخل دونه دوم، بعد دونه اول، دونه های رو هم که همیشه ثابته، باز این کار تکرار میشه. خب حالا اگر نخوایم پشت کار اینجوری باشه که الان بافتیم، میتونیم پشت کارمون رو دو زیر دو روی معمولی هم ببافیم اگر نخوایم مثل این ور باشه. ولی اگر بخوایم دو طرف شالمون یه جور باشه و یه مدل باشه، وقتی میایم پشت باز روی دونه های زیر پشت هم همین بافت رو انجام میدیم. اگر دونه های زیر لبه کار باشه اونو روش پیچمون رو نمیزنیم، همینجوری ساده میبافیم. بعد دو تا دونه رو میبافیم، دوباره به دو تا دونه های زیر که میرسیم همون کار رو تکرار میکنیم. اول دونه دوم، بعد دونه اول و این کار تکرار میشه. باز اینجا اول دونه دوم، بعد دونه اول و تا بالا همین بافت رو داریم دیگه. کار خاصی نداره، بافت خیلی راحت و قشنگه به نظر من برای پیچ. خب اینو من حالا این دو رجه که بافتم فکر کنم عزیزان دیگه متوجه شده باشن. یه دور دیگه ببافم ولی آروم، دستتون ماشاءالله تنده. دونه رو که کار خاصی روش انجام نمیشه، بافته میشه ساده. میرم داخل دونه دوم، یه دونه نخ در میارم، بعد از دونه اول یه دونه نخ در میارم و این دوتا رو از میل خارج میکنم. دوباره دونه های رو بافته میشه، به دونه های زیر که میرسم همین کار تکرار میشه. اول دونه دوم، بعد دونه اول و دو تا دونه از میل خارج میشه. آخر همینجوری میره، بعد دوباره برمیگردونیم از اون برم همین کار تکرار میشه. بله، اول دونه دوم، بعد دونه اول و تکرار. دست شما در. این برای بافت دوم، این مدل اول. اسمش چی بود؟ این پیچ؟ این پیچ دنده‌ای. پیچ دنده‌ای. بله. این بهش میگیم تیغ ماهی. تیغ ماهی. این خیلی بافتیه که توی کت، توی لباس‌های مردونه و حتی بلوز اینا هم استفاده میشه و خیلی کارایی داره این مدل.
ما باید دونه‌هامون حتما فرد باشه خانم سارمی جان برای این بافت. چرا باید فرد باشه؟ حالا من آخر کار میگم که چرا باید دونه‌هامون فرد باشه. بافتمون کلا از همون رج اول که دونه‌ها رو سر میندازی به صورت 3 تا دونه زیر و 1 دونه رو بافته میشه و تا آخر این باید تکرار بشه. 3 تا دونه زیر، 1 دونه رو. به همین صورت میبافیم تا میرسیم به 2 تا دونه آخر بافت. اونجایی که بافت ما رو مشخص میکنه و مدل اونجا مشخص میشه. ببینیم من الان دارم بافت 3 تا زیر 1 رو میبافم. بله. خب به این آخر بافت که میرسم 2 تا دونه دارم. وقتی 3 تا دونه زیرمو میبافم، 1 دونه رو که میبافم حتما باید 1 دونه زیر داشته باشم. تا حالا 3 تا زیر داشتم ولی آخر رج 1 دونه زیر دارم. وقتی این کار رو انجام بدم، وقتی هم که برمیگردم دیگه نمیخواد دونه هامو خودم منظم کنم، همون دوباره همون 3 زیر 1 رو ببافم، بافت خود به خود اینجوری میشه. ولی اگر غیر از این باشه باید دونمون رو پیدا کنیم که 3 تا زیر 1 دونه رو کجا بزنیم. درسته. ولی وقتی این کار رو انجام میدیم اون رج، دوباره که میایم این رج همون 3 تا زیر 1 رو دیگه دونه ها سر جای خودش میفته و همیشه تو 3 تا زیرا این 1 دونه زیر باید وسط باشه. اگر غیر از این باشه کارمون اشتباهه، بافت اشتباهه. پس الان من دوباره همون 3 تا زیر و 1 رو میبافم و دیگه دونه ها سر جای خودش میفته. ببینید وقتی 3 تا زیر رو میبافم این 1 دونه وسطه، الان خودش خود به خود این دونه دوم و این دونه سوم خود به خود این 3 تا زیر قرار میگیره. 1 دونه رو و دوباره 3 تا دونه زیر، 1 دونه رو. به این ترتیب. یه دونه شال گردن چقدر طول باید داشته باشه؟ معمولاً 2 متریه. 2 متریه. معمولاً 2 متریه. عرضش هم که خب از 20 سانت شروع میشه به بالا. بعضیا دوست دارن شالشون پهن باشه، بعضیا دوست دارن خیلی، مخصوصا برای آقایون خیلی پهن نمیبافیم. ولی خانم‌ها ممکنه بخوان رو سرم بندازن تا 50-60 سانت هم میتونه بافته بشه. برای ارزش دیگه. بله برای ارزش. طولش هم که اگر بخوایم یه دور گردن پیچیده بشه باید 2 متر و نیم باشه. اما اگر فقط بخوام یه دور بندازیم روی شونه 2 متر کافیه. 1 متر و 80 تا 2 متر کافیه. این هنریا که خیلی بلنده از اون طرف تا 3 متر و نیم هم میتونه باشه. قشنگه اونا. بله. ببینید من دوباره اومدم این رج، دوباره همون 3 تا زیر 1 رو و بافتمون دیگه همین 3 زیر 1 روه. خیلی بافت راحتیه، فقط باید دونمون رو گم نکنیم و با اون کاری که گفتم همون شروع کار 1 دونه زیر آخر داشته باشن، بافت خود به خود 3 تا زیر 1 دونه رو میشه و همه دونه ها سر جای خودش قرار میگیره. بسیار عالی. الان ما 2 تا بافت برای شال گردن یاد گرفتیم که چون بافت ها خیلی متنوع ولی برای شال گردن هر بافتی قشنگ نمیشه. بله. مثلا اون شال گردن هم ببینید، اون شال گردن دخترانه است که مدل برگه. بله. چه خوشگله این یقه‌ای. بله. دور گردن قرار میگه و خیلی برای بچه‌ها خوبه به خاطر اینکه در نمیاد از دور گردن. این میره داخل هم. آره اینم یه مدل خوشگله. البته بیشتر دخترونه است. چون کلاهش هم مدل برگه و لب شال هم مدل برگیه. بله. خیلی هم زیبا. خواهش میکنم. آره بعضی از بافتا برای شال گردن جواب نمیده، قشنگ نمیشه. بله. اینا 2 تا بافت قشنگ. خیلی از کارا هستش که لبه شال هی برمیگرده. اگر ما اون بافتو بزنیم روی شال، مثل چی؟ لبه مثلا بعضی از مدل‌های توری. یا حتی اگه ما بخوایم لوزی یا پیچ بندازیم، حتما باید کنار کارمون یه چارچوبی داشته باشه. یعنی اینکه اول شال و آخر شال ما حدود مثلا 8 تا 10 تا دونه یا کشبافت داشته باشیم یا رکن داشته باشیم که لبه های شال بر نگرده. دست شما در نکنه خانم کتلی عزیز. درود بر شما. امیدوارم که شما دوستان عزیز هنرمند و خوش‌ذوق هم این روزها فرصتی داشته باشید، وقت بذارید و از این کار انجام بدید. هم تمدد اعصاب حال خودتون خوب میشه، هم در نهایت یه چیز خوشگل رو خلق کردید با دست خودتون که هم خودتون هم عزیزانتون میتونید استفاده. من که یاد گرفتم، از قبل خودم بلد بودم، امیدوارم که شما یاد گرفتید. چرا میخندید آقای فخیم؟ شما چرا میخندید؟ شما دوستان عزیزی بخش ببینید، با هم دیگه میریم به مهمانخانه. شما لطفا نخندید.